گیمرها در همه جاهای دنیا وجود دارند، اما گیمرهای افغانی با گیمرهای دیگر کشورها از 1001 نگاه از قبیل کمپری، اخلاق، امکانات فرق میکنند. اگر به این فکر هستین گیمرهای افغانی با گیمرهای خارجی یکسان هستند، پس کاملا در اشتباه هستید. در این ویدیو قرار است که انواع گیمرهایی که در افغانستان وجود دارند را به معرفی بگیریم. شاید شما و دوستانتان یکی از آنها باشید. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. اوکی. راپر. تعداد این گیمرها کمتر از تعداد یوزرهای خالصفید کوههای پامیر بوده و خیلی کم در لابی ها و گیم ها ظاهر می شوند. گفته شده است که رپرهای مشهور چون ایمینیم، سنوپ داگ، امیر تتلو و جمال مبارز برای دستبوسی پیش این افراد آمده و دعای خیر این افراد را با خود می داشته باشند. این افراد قابلیت گفتن از 3423.5 کلمه در دقیقه را دارند و محققین به این نتیجه رسیدند که دههایی که اینها میزنند مانند عدد پای هرگز تکراری نبوده و زبان اینها هنگام رپ نمودن مانند موتور چاله سدن سرای موتر بوگاتی کار میکنند. خود این افراد اقرار نمودند که بعضی اوقات آنقدر فوکسشون بالای رپ کردن میباشند که حتی خودشان متوجه نمیشوند که چی گفته میرن. بعضی افراد که در دشنام دادن ماهر هستند مثل نجیب بلوتو میرآقا پیش این افراد چپ دست سلامی میزنند و رژه نظامی اجرا میکنند. کالری که مغز اینها هنگام رپ نمودن مصرف میکنند 10 برابر بیشتر از کالری وقت است که نیوتن فکر میکرد چرا تا یک چیز را تکان ندهیم تکان نمیخورد است. اندیول بودن با یک از این افراد مانند اندیول بودن با شوهر عمه میرآقای سالنگی است. فقط کافی است با کسی جنگ کنی و بر این افراد مسیج کنی و این بیاید از 7 نسل قبل 7 نسل بعد فرد گرفته تا 40 صاف سماوات بر او فرد نمی‌آمد و بیشتر این افراد در پابجی فعالیت میکنند. اگر 5 دقیقه گیم بزنن روز 2 ساعت در لوبی مشغول رپ نمودن هستند. در کل کوشش کنین با این نوع افراد خود را بند نکنین و هر جایی که یکی از این افراد دیدین مستقیم از گیم لیو بتین و یا از اون و بیبرین. سایلنت گیمر. این گیمرها مانند روح می باشند. بی صدا. حتی کوچکترین صدای از اینها به گوش افرادی که با اینها بازی میکنن نرسیده است. صدای راه رفتن و مرشب بیشتر از صدایی است که اینها هنگام بازی کردن از خود میکشند. زیست شناسان میگویند مایک و موبایل اینها یکی از بهترین جاها برای جلوگیری از انقراض عنکبوت 10 پای چشمابی و یکی از بهترین اماکن به خاطر زیست آنها میباشند. این گیمرها تمام عمر خود را با این دو گزینه میگذرانند و در طول قرون متمادی حتی یک بار هم مایک خود را باز نکردند. شنیدن صدای این افراد داخل گیم سخت‌تر از شنیدن آواز سیمرغ و تخم طلای قفقاز است. جنسیت این افراد بجز خودشان و خدا حتی با پدر و مادرشان هم معلوم نیست. افرادی که با اینها بازی میکنند تا پایان زندگی خود به هویت و جنسیت این افراد پی نمیبرند. چون این افراد مایک های خود را باز نمیتوانند، پس با دستور شما هر کار و هر پلانی که داشته باشند برایتان همکاری میکنند. چی کمپری باشد، چی رش باشد و یا هر پلان دیگر و به شدت محافظ هستند و اگر در کدام لابی کسی بلگانشان بسیار محترمانه لابی را تر گفته و به کار و بار روزگار زندگی خود میرسند و یکی از دغدغه‌ترین گیمرها میباشند. درباره این افراد فقط 3 احتمال وجود دارد: 1. دختر هستند که این قابل درک است و همگی به این افراد احترام قائل است. 2. پسرانی که اکانت های دخترانه میسازند تا پلیرهای دیگر را دوپه کنند و چکن و یوسی و کردیت و موبایل از آنها دو کنند. 3. پسرانی که در خانه های مشترک با فامیل هستند و اگر کوچکترین صدا از این افراد برای آقاهایشان از خواب خیسته مثل سگ بیاوشان میکند که ما با این نوع افراد هم احترام داریم که به فکر آسایش خانواده های خود هستند.